میشه یا هک میشه، شما باید یک فیسبوک جداگانه برای خود جور کنید. با استفاده از این فیسبوک شما برای اکانت اصلی خود لایک هایش بالا ببرید که من از قبل برای خود جور کردم یک فیسبوک جداگانه و وارد برنامه شدم. وقتی که وارد برنامه شوید ایمیل و پسورد میخواه از فیسبوک او را وارد میکنه و داخلی برنامه میشه. وقتی که داخلی برنامه شدین دوستا، یک قسمت پایینی به نام لایکر پنل ما کلیک میکنیم. چند دسته تا باز شد، خواهی باز شد و همو لینک که میخوایم لایکش بالا ببریم ما اینجا اضافه میکنیم. باش من میخوایم این لایک این پست فیسبوک خود بالا ببرم که 21 لایک داره. شما میتوانید ببینید که در آخر چقدر اضافه میشه و این خوبیت داره این برنامه که شما میتوانید لایک هم سفارش دهیم، قلب، خنده و علامت تعجب و استیکر هایی که در فیسبوک است شما میتوانید در این برنامه هم جایگذاری شده، شما میتونید از او استفاده کنید. خب این لینک من اینجا اضافه میکنم و این قسمت پایینی نایمنت ربات ما کلیک میکنیم، موتورسیکلت ها رو ما انتخاب میکنیم و گزینه وریفای کلیک میکنیم و قسمت پایینی سابمیت ما کلیک میکنیم. چند لحظه صبر میکنیم تا این برای ما این لایک ها بیایه، ببینیم که برای ما موقعیت میایه یا نه. خب باید دوستا صبر داشته باشین تا این پروسه انجام بشه. و این برنامه خوبی است دوستا، شما میتونین هر نیم ساعت این آپدیت میشه و میتونین دوباره برای پست های فیسبوک خود لایک سفارش دهید. خب ببینید که 21 لایک برای ما این میگه فرستادم، ببینید که اومده یا نه. داخل اکانت خود میشیم ما، ببین دوستا که 21 بود، 21 لایک دیگر ما سفارش داده، 42 لایک شد. خیلی یک برنامه خوبی است دوستا، شما میتونید از این برنامه استفاده کنین و هر نیم ساعت این برنامه آپدیت میشه و میتونین دوباره از این برنامه استفاده کنین که وقتی که روی لایک پنل ما کلیک کنیم برای ما تایم میده که اون تایم باید تمام شده. میبینید دوستا که نیم ساعت باید شما صبر کنین تا این برنامه دوباره آپدیت شه و دوباره شما بتونین سفارش بدین لایک های پست های فیسبوک خود. به همین راحتی است دوستا. این یک برنامه خوبی است که من استفاده میکنم از این و نمودش برای شما گذاشتم که شما هم بتونید از این برنامه استفاده کنید. خب دوستا، خدا کنه از این آموزشم خوشتون آمده باشه. اگر از این آموزش خوشتون آمد لطفاً ویدیو را لایک، کانال ما را سابسکرایب و ایکن زنگ را نیز فشار دهید و اگر کدام پیشنهاد داشتید حتما در کامنت با ما شریک سازید. تا یک ویدیو دیگر، خدایا را نگهدار.